که درستش کردن میشه وقتی خودم استریم میرم میشه 4 تا، ولی خودم برم استریمم ببندم اون 4 تا میمونه، بعد من که میام میشه 5 تا. یا قدیمم اینجوری بوده من نمیدونستم. به خدا که آجی دیگه مغزم نمیکشه، به قرآن لایف ساپورتر هم بیاد باش دعوا میکنم آجی. لایف ساپورتر بیاد بگه نمیدونم توهین داری میکنی، داری چیکار میکنی، به خدا داداش محتوا ارائه میدم مثل چی. کیفیت استریم هم من اون موقع رو بیت ریت 3000 2500 استریم میکردم، ویو مثلا ریده 5 کلا 5 دارم فریک میشم آجی، دارم فریکی میزنم، اصلا دارم رد میدم، دارم قفلی میزنم رو عدد 5، اصلا 5 میبینم گریم، 5 میبینم حالم به هم میخوره. تو فعالیت میکردم اصالتا شمالی و ترک هستم، ترک زنجان، شمالی هم گیلانی هستم. و اینکه بچه ها مامان، ننه، پلاستیک، لاستیک دیگه برات بگه هر چیزی که دوست داشته باشم من صدا میکنم. شما هر چیزی دوست داشته باشی میتونی من صدا بکنی. اسمم هم نکسیکه، میتونی نکسیک هم صدا بکنی. فکر نمی‌کنم دیگه از این بیوگرافی دقیق تر و جامع تر بتونم بهت بدم و امیدوارم که همیشه گیشی تو لایومون و همیشه بمونی پیشمون. برو بریم. سلام نزی، سلام 275. من بابام گیلانیه. بچه‌مه، میدونی چقدر خوشبخت میشم؟ یه دقیقه بهش فکر کن حاجی، لذت بخشتر از این هست که یکی از جنس خودتو داشته باشی بهش بخوای عشق کنی؟ پشمام نیست. من الان هر روز گوه اینو جمع میکنم عشق میکنم داداش. گربه از جنس من نیستش، فقط میاد شب بغلم میخوابه. تو فکر کن دیگه اون دیگه از جنس خودته. پری میریم بچه‌مون ما رو دوست نداره، اذیتمون میکنه، بعد میخوره تو ذوقمون. یه روز میگیم گربه. فکر کن. مسلما هیچ بچه هیچ وقت اینقدر عاشق تو که نمیتونه باشه. غلط کرده. ولی که کلا جالبه که یکی میاد. نه با روزی میاره موافق نیستم. هزینه بالا چی داره آجی؟ بهم بگو ببینم. مثلا بهش فکر نکردم دیگه. وقتی دیگه همین سونوگرافیاش، همین دکترایی که میری، همون داروهایی که داری مصرف میکنی، یه باره دیگه بیمارستانش، هر روز نیست. به دنیا اومدنش، بعد لاستیکش، هزینه لاستیکش، هزینه شیرخوشش، هزینه مولتی ویتامیناش، بنازم بی نهایه تکنولوژی. بعد دیگه دارن هر بسته پوشک 300 هزینه تومن. واکسناش، خب یه پس پوشک 2 هفته استفاده نمیکنه. پوشکش، داروهاش، مولتی ویتامیناش، یه عالمه هزینه‌های جانبی داره. ناشی چجوری بازی دانلود کردم؟ در یک سایتی به نام گلد تیم. چشم درد گرفت. خب بریم داخل. الو سلام لام سلام لام. خب من اینو بندازم میاد دنبالم بیشک بیچون و چرا میاد دهنمونو سرویس کنن. من این کار باید آها ببین چه باحال دیدید باش. اومدم. بیا اینجا پیک بده، یارو پیک داد بزن من بزنمش، اگه ناکشیدی میگیرمت. خیلی دست شما درد نکنم. به نظر مگه وایسا ناک شدم نه. نگیرش، اینجوری جالب تره. یه چند وقت نیست وای نمیدونم دلقک. کجا. آره رپو احتمالا باید بیام، ولی داره میره چپ. تعداد پیک بده، بچه همون پیک بده، یکم پیک بده. بابا، چپه زیاده. یارو چپه. پیک بده برای خیلی تومه دیلی کنم داری نه. همون. ای بابا یارو این مار داره سرش از یه جایی در میاره. خب من چیکار کنم؟ دیلی چی؟ دستم میخوره. برو بالا علی. نیستش یارو. چرا برو هستش بالا، رو سخت نیست. کن. تشکر اومد. علی. برو نه من نه رو کاورت سقف میدم، میدونم کاورت میدم. نمیتونه بزنه. اوه. برو. بچه بید بزنیدش نذارید. مفهوم.
بریم تیر نزن اگه بریم زون. ماشینون پشته. آجی من با این خونم برم ماشین رو واسهتون بیارم بچه اینجوری بچه. بابا نرین یه دقیقه ماشین رو. نرین چیه؟ وای 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 خودت هستی هلیا. ارزم به حضورت که بهاره آرزوی هست. مرگ داریم برای دوستان الباقی. 100% من مردم دیگه. تکون نخورم دیگه الکی. بمیر حمود. برو تو زون ولشون کن برو تو زون. النية من الإيمان صلى الله عليه وآله وسلم. تفكرين. نیت تو. چی من رفتم واسه بچه ها ماشین بیارم خودم چیز داشتم چی بود تار بود چرا برگشتم امیر مامرا. بعد دیدم حمود خودش رفت بچه ها ناک شدن بدبخت. Running stream AFK status checker agent. You have 10 minutes for abort. من آخرین بار من آیتمی از دست دادم. داداش پولش به تو میرسه. پولش به تو میرسه. یعنی چی پولش به من میرسه؟ پول چه چیزی؟ یعنی چی؟ امشب فکرم سیکه میشی. آراجی. ایمان سیکه تو تبریک. مرسی. این فالوها برادر پرسیده پولش به تو میرسه. فالو فکر کرده پول داره. داداش چه سوال کجا زندگی میکنی؟ کابلستان ایران زندگی میکنی یا آلمان زندگی میکنی یا جای دیگه ای یا تازه از کما در اومدی؟ آپارات تنها چیزی که پول میده بازدید ویدیوه، اونم بعد از اینکه مانیتایز بشی به ازای هر 1000 بازدید میانگین بین 10,000 تومان تا 50,000 تومان پول میده به ازای هر 1000 تا بازدید. تنها چیزی که پول میده دیگه استریم و فالو و نمیدونم ویو استریم و اینجور چیزا رو پول نمیده. اصلا ریخته باشی میگه فالو پول میده. What the fuck؟ ماشاءالله چقدر هم دیلکس محمد میبینید چیکار کرد این آجی. اونایی که برات فرستادم دقیقا همین یارو خودشه، چون دقیقا داشتم فوش میدادم بهشون. بعد از اینکه چت استریمو بستم یعنی چت بازی رو بستم شروع کرد فالو فیک. این یارو همونه. دفعه اولش هم نیک فالو فیک میزنه، برای 4-5 تا استریمر دیگه هم فالو فیک زده. چه جذاب. یعنی کلا یارو من برم فالو فیک میزنم حالا این کار میکنم دیگه اینا استریم نکنم. بیا دقیقا بریم. تموم هم نمیشه بجی همین بالا تو کنیم یه موزیک. فهم اینترنت هم بشه مشکل شد که برای این کرش کرد. وای شدم. من از اینترنت رو بس کنم. یه بنده خدایی یه روز فقط وبکمشو بسته صداشو نازک کرده یادم نیست دقیقا، ولی نزدیک 10-15 میل دونیت شد. دونیت شد استریمو بست. توف تو این زندگی. خیلی دردناکه، خیلی این قضیه خیلی دردناکه داداش. ای فلک تا کی کلک آجی، چقدر تبعیض. بس دیگه بس، ما استریمرهای پسرم دل داریم حاجی. خدا کنه گیا زیاد چند ناموسن. من نمیدونم، من راضیم رنگارنگ صندلی رنگارنگ باشه میشینم، پله رنگارنگ باشه میرم، پرچم رنگارنگ باشه میگیرم بالا. بس بذارید گیا هم زیاد چنده خورده بیان ما رو دونیت کنن. خسته شدیم یه قطران دختر رو دونیت کنن. اصلا همین الان پا میشم میرم دفتر وزارت کشور میگم آجا هم الان ثبت کن که گیه بودن مشکل نداره. الان از این یه کلیپ برام روبیکا میفرستن غلام علی مثلا
سیاه دوز. بعد مثلا میری کلیپو میبینی سلام پسر گلم خوبی؟ من خیلی ازت خوشم اومد، به عنوان پسرم میخوام 30 میلیون دونیتت کنم، فقط میتونی برام چند تا عکس بفرستی؟ ای خدا، دارم رد میدم، به قرآن که دارم رد میدم. به خدا بچه ها زندگی بد داره فشار میاره آجی. زندگی تو ایران خیلی سخته، خیلی داره بد جور دردم میگیره. یه بار دیگه ریاکت نشون بده، رفتم چای خوردم. یه بنده خدا یه روز فقط داشت وبکم ریاکت، من اون موقع تا الان داشتم ریاکت نشون میدادم. ول کن دیگه، حوصله‌ام نمیکشه تکرارش کنم. ولش کن، اهمیت نده، ولش کن دون اهمیت. ولی به خدا آجی که دیگه درد دارم میکشم. مثلا یارو 15 که مثلا فقط روبی گرفته، چقدر ساب؟ 300 تا ساب. چجوری لاشی؟ چقدر شما شانس داری، چقدر شما سفیدی. آجی میدونی من اسم کنم از اینه، مردم میان منو دونیت کنن، بعد میبینن قبلا دونیت شدم، مثلا 2 سال پیش $2 $10 دونیت شدم، و یارو میبینه آجی این چقدر داره دونیت میشه. من تو 2 ماه اخیر 140,000 تومان درآمد داشتم. این 140 تومن ضرب 10 کن، من دقیقا ضرب 10 اینو خرج نتم میکنم تو یه ماه. همیشه جواب بده. یعنی عکسی هم که اگر شما امروز تو اینستاگرامتون پست کنین، مجبور نمیشه 3 سال دیگه آرشیوش بکنید، بگیم وای چی بود این ناراحت نیستم، میگم یه ذره انرژیم زیاد بود. یه ساعت پیش تو استریم ویورز های زیبا اینجا زیاد بودن، بعد همه انرژیمو گذاشتم اونجا. بعد فردا شبم باید برم سر کار جدیدی، بعد الان تو فکر اونم چیکار کنم چیکار نکنم. آره چرا یه شوگر مامی که لنگ کروز داره از من خوشش نمیاد؟ بیاد بگه همه خرجات با من، این کلید خونه، این کلید ماشین. او اینجا نباید راستی راجع بهش. امیر جون یکم با ما حرف بزن. با تو که یکم که کمه، یکم بیشتر با تو حرف بزنم باشه. دوست دارم با تو حرف بزنم، ولی اینجا یه سریا هستن اون حرفایی که من میخوام به تو بزنم و نمیشه زد. آره این بده. بری کار جدید از پیش ما میری؟ ببین از پیش شما میرم و نمیدونم، بستگی داره به انرژیم دیگه. یه طرف استریم، ما قبلا انرژیمون رو ذخیره میکردیم برای استریم، میومدیم استریم، الان انرژی هم نمیدادن ما انرژی داشتیم. الان که دیگه میرم سر کار، انرژیمو اونجا احتمالاً میگیرم، بخوام بیام استریم هم انرژی نشته باشم که فایده ای نداره که. شاید مثلا بیام نیم ساعته برم، ولی خب بستگی داره دیگه، ممکنه بیام انرژی خوب بدن بمونم. آره چی میخوای بگی شیطون شیطون بلا؟ این بده. خرسی خوابش بود، ما بهت انرژی میدیم؟ باشه باشه. علیرضا نگو نمک بگو. آفرین ایتینجی بارکلا، تو نرسن تو اونا. آفرین بچه خوب باش. خجالت هم نمیکشی؟ میشه شکر نوراتی بخن یکم نوراتی چوغک